رینکو جدی است و واقعا سخت کار میکنه، اما اون همچنین تمایل دارد کمی بیش از حد در روش‌های خود برای دیدن چیزها گرفتار شود. هنگامی که او در ذهنش به نتیجه‌ای رسید، می‌تواند مانند کشیدن دندان برای متقاعد کردن او باشد. اگرچه ما اکنون بهترین دوستان هم هستیم، اما در گذشته 2 یا 3 دعوای بزرگ داشتیم که هفته با یکدیگر صحبت نکردیم. من مطمئن هستم که در آینده دوباره با هم مبارزه خواهیم که حتی اگه این کار رو انجام دهیم، میدانم که میتونیم دوباره جبران کنیم، یعنی دوباره با هم دیگه دوست بشن. ساکوکو. خب صفحه بعدی. سوکوکو با جنبه معنوی خود بسیار در ارتباط است. به نظر می رسد که او همیشه خدا یا ظهوری دارد که رویاش رو ملاقات کند و در مورد این یا آن به او بگوید. به گفته ساکوکو، آشفتگی های ماورا طبیعی در اطراف ایبوسوکاوا ایبوسوگاوکا وجود داشته است. چیزی در مورد یک خدای باستانی که از دزدیده شدن پیروانش از آنها عصبانی است و اکنون برای انتقام یا هر چیز دیگری بیرون آمده است. این همون ایده‌ای بود که مثلا تو پارت، اگه اشتباه نکنم 2 بود یا 1، گفتش که اون مثلا اگه تو پارت 1 بود که اگه تو میگفت عقایدتو بهش بگی، مثلا ممکنه که مثلا بقیه ازت فاصله بگیرن، چیزی که تو ذهنت، اون چیزایی که مثلا میبینی و میشنوی. اوه، سر دنیاست. خب ما قطعا از همین جایی که اومدیم باید بریم. نمیدونم، شاید بالا بریم راه داشته باشه، یه دور بزنیم. دارم نمیخواد با اونو دوباره برشم و بله جاده بسته است. این جاده بسته است، پس 100% از همین راه هم باید بریم دیگه، همین راه دیگه نداریم. یا خب من مزرعه نرفتم. مزرعه که چیزای جدید بهمون نمیده. これが壊れたらどうする？ひなこ、こっちだ。大丈夫か相棒。化け物につけられてないか？問題ない。シュウ君っていつまでひな子のこと相棒って呼ぶの？相棒なんて呼び方小学生の男子みたい。相棒は相棒さ。俺は相棒を女扱いしてない。そうだな。された覚えもない。立ち話は終わりだ。行くぞ。 این حرفا اون ریکو رو دیوونه کرد. خب من سلاحام همش خرابه و اینکه سلاح دیگه ای هم که ندارم بخوام با اینو مقابله کنم. یه دونه همین مونده که اینم زیاد جالب نیست سلامتش. آیتمی هم که پیدا نکردم که بخوام این سلامت اینو بازیابی کنم. سرم میریم حالا با امید اینکه درگیر نشیم با اینا. خب به من میگه اینجا برو، ولی نمیگه از کدوم راه دقیقا باید برم.
خب راه ها مثل این که دارم بهم نشون میدم. من تا الان اینجا بالا نرفتم، نمیدونم توش چیه. امیدوارم میسته به درد بخور اینجا پیدا کنم. من که میدونم تو میخوای پاشی. من برم بالا تو منو خف میکنی دیگه، مطمئنم. سرجاش نیست، سرجاش نیست. اون سرجاش نبود. این پایین 100%. 100%. ببین سلام دستم بیای جلوم زدم تو کلت. اونجا نبودی. 相棒妙な化け物が増えてる気がしないか？お前の宇宙戦争だって妙な宇宙人がどんどん増えてっただろうが。ひなこってしゅうくんと話すときは男の子みたいな喋り方だよね。昔の癖が今も抜けないからかな。俺たちは幼い頃からの付き合いだからな。ふーん。だから男女の関係にはならなかったってわけ。今はそんな話をしてる時じゃないぞ。行こう。جنگ فضاییشونه دیگه. با این حال جنگ فضایی فقط در مورد موضوع بشه موانعان دیگه که دشمن ترسیم طرح بیگانه تجزیه و تحلیل میکنیم. در طول ورزش ما گفتیم که کلاس یک اردوگاه آموزشی برای ارتشی وجود دارد. فکر میکنم ما هم با میگم درسته. فکر میکنم زمان بود که بودیم. آها این همونجا بود که گم شده بود. این ادامه مونه. هر بار که گم میروم سبب این کامل سبب تا به امروز هنوز میترسم گم شم. منظور این است که اگر گم شدم احتمالا باید فقط یک بزرگسال راهنمایی بخوام، اما بعد آن زمان را به یاد میآورم که یک بار برای تفریح در پیاده روی روی مزارع برنج قدم میزدم. ناگهان توسط کشاورز پیر سیلی خوردم. آسیب ناشی از آن باعث شد گذاشتن بترسم و حتی به امروز. چرا واقعا یکی بعد برای اینکه مثلا پا گذاشته اونجا کتک بزنه اینو واقعا نیفهم. داس خب باز هستی چی بهتره. مم.
خب پولش که زیاد نیست، بس ترجیحاً نگرش دارم، شاید لازم شه. روبرو بنبست، مجبوریم بریم سمت پایین. خفاش بیسبال، یک خفاش چوبی معمولی. من خیلی با این بازی میکنم، احساس کنم در خانه هستم. من یه دست فقط اینجا یه چک بزنم. خسته نشو. 相棒はこっちだ。 لبخند رو نگاه. این حیوان دوباره اومد. 何あれ。やだ、気持ち悪い。あいつらまさかあの気持ち悪いので街を飲み込む気なのか。化け物が多すぎる。迂回しよう。街を突っ切るのは危険すぎる。私たちの千鶴や、どうしてこんな。中学校の方へ向かってそこから山道を登ろう。だいぶ遠回りになるが街は避けられる。よし行こう。 بازی تم آخر زمانی هم پیدا کردم. این برای اینکه برم اونجا. من اینجا راهی ندیدم. اگه اینجا برم مثلا این راهو برم، اگه بتونم بیام، خواهم نمیدونم، اینجا راهی نبود. اون کوچه ها دقیقا سپرم شده اینجا مثلا یه راهی باشه به این مدرسه. بعد از مدرسه میتونیم بریم به خونه اون شاه. خب آها، تقریبا یه راه جدیدی داریم ما اینجا.これが壊れたらどうする。راستین کشاورز پسر، بهتر است این را بخوانید و آن را از سر ضخیم خود دریافت کنید. بگذارید شما را به چیزی که در طول جنگ اتفاق افتاده است برگردانم. یک روز چند پلیس نظامی بلندپایه و قدرتمند از خارج از شهر
مست شدن و تصمیم گرفتن مجسمه رسامی رو لگد بزنن. حتی روی اون توف کردن. صبح روز بعد همه آن پلیسا در آبراه مرده پیدا شدند. اعصاب آنها پف کرده و سنگین بود. آنها را به مطب پزشکخانه بردند تا پزشکخانه بتواند رای بیابد. میدانید که آن مکان چند دقیقه فاصله دارد. من یکی از افرادی بودم که به حمل اجساد و شستن آنها کمک میکردم. بنابراین همه چیز را با دو چشم خود دیدم. وقتی اون دکتر چاقویش را روی شکم آنها گذاشت و آنها را باز کرد، با اطلاق کاملی از زباله‌های معده بیرون ریخت. و منظورم شجاعت آنها هم نیست. از گردن تا ناف جهنم، حتی درست تا یهشون از پر از موشها و تزیین پرندگان و مارها. آن نگاه و وحشت زده در چهرهایشان، من هرگز آن را فراموش نخواهم کرد. به هر حال اخلاق داستان این است که بهتر است هرگز به ما بی‌احترامی نکن، حتی اگه مست باشید. ناریساما انگار مثلا یه خدایی چیزیه، مثلا اینکه نمیدونم. من اول اینجا ببینم که اینو باید برم پایین. خب بریم پایین دیگه، چاره نداریم. برم راه درست بیام.今何かが飛んでったぞ。پرواز کرد. مثل که ما داریم راه درست میریم. نه اینجا پنبه است. خیلی سر صدا میکنی، میدونستی؟ ひなこ、こっち。مردی تو چرا؟ شکمو میزنی مردی که
خب راجع به همین هیولایی که الان باش فایت دادیم داره توضیح میده. نه همون هیولاییه که تو اون زیارتگاه بود، هم که اون یکیشه. ما 3 تا مدلشو داریم دیگه. آره. اصلا نمیخوام اینم پشتم چه اتفاقی افتاد. من فعلا نیاز ندارم اینو. درمونم که بسته شد، اینم که باز نمیشه و اینم داره تکون میخوره. عالیه. صدایی میاد، صدای خفیف. یکی طبقه پایین داره راه میره. مرد؟ شکیش کردم قشنگ. من اونجا هم یه راه دیگه داشتم فکر میکنم.
من درست میرم سمتش. اه. シュウ君嘘ついてるよね。知らねえよ。騙せてると思うひなこを。ひなこ遅かったな。心配したぜ。心配してなかったよ。相棒なら絶対に大丈夫って言ってた。 عجب دو برم زنی کسافت. ありがとう。مهم. این داسته چیزه به درد بخوریه. این مجبورم استفاده کنم. به موقع دارم. بله میدونم. چه آشغالی این شکلات. نمیخوام با این فایت بدم. خب مثل که چاره هم نمیذاره.
حالا گام شو بابا. شاید این یکی راه بشه رفت.やめてくれ。そんな話今はしたくない。やめないよ。柊君がしっかりと現実を見るまでやめない。だからやめてくれ。俺はなら言ってあげる。ひな子はね、死んだんだよ。ひな子は向こうの世界で楽しくやっているんだから。相棒遅かったな。さあ行こうぜ。این کثافت ها دارن عملا میگن که اصلا داره میمیره دیگه این. 昔はシュウとこの辺で道草食ってた。چه مدرسه ای واقعا. همونطور که ترسکی خیلی هم باحاله. دل جنگل مدرسه است. قبلش اینجا رو میخوام. آها من اینجا رو اومدم. 鍵がかかってる。昔はなかったのに。鍵は学校にあるはずだ。ちょっと休憩しようよ。もうダメ。しばらく休ませて。相棒も疲れただろう。休んでてくれ。俺は鍵を探してくる。わかった。柊君が一緒じゃないと嫌だよ。心細いよ。お願い、一緒にいて。別に俺が一緒じゃなくて相も。棒も少し休め。鍵は私が探す。そうだよ。柊君はずっと戦闘で頑張ってたんだから。後からついてくるだけだったひな子の方が余裕あるって。おい、そんな言い方をするなよ。私は気にしない。二人とも休んでてくれ。行ってくる。اون عوضی ریکوی عوضی. ریکو همیشه میپرسد که من شوی یک آیتم هستیم. من هر بار به اون میگویم که ما نیستیم اما به نظر میرسه که او هرگز آن را نمی‌داند. که ریکو پشت سر به عماد من غیبت میکنم. فکر میکنم عشق میتونم حتی نزدیکترین دوستان رو نیز از هم جدا کنم. نمیدونم چیکار کنم. ای عشق عجیب. من پشت سر رو نگاه نکردم. خب این در باز نمیشه. نقشه مدرسه رو ما الان داریم. عالیه. نقشه مدرسه است. این دوتا مرغ عشق که اینجا.
میگه این مسیر خودمون رو باید بریم دیگه. 卒業以来だな。 این مدرسه به نظر من بدترین جا برای چیزای ترسناکه. یکی مدرسه است، یکی بیمارستان متروک است. مثلا دوتا یه نیاز به یه چند تا کلید داریم. یه راه خروج هم هست. مثل که ما حسابی اینجا کار داریم. سوخت، چراغا سوخت. یادداشت برای معاون مدیر. معاون مدیر لطفاً کلید تقدم رو در کشه میز قفل نکنید. باز کردن زمانی که حضور ندارید غیر ممکن است. キーボックスが開かない。鍵がいる。 خب 間違えたか。 یه کد ما اینجا داریم، یعنی یه قفلی داریم که کد میخواد. هفت. خب من اینجا میتونم یه حدسایی بزنم. حکایت بنیانگذار مدرسه تا جایی که میتوانید از زمین آن کوه بخرید. اگه لازم است پول قرض کنید مطمئنا ثروت زیادی برای شما به ارمغان خواهد آورد. اندکی پس از آن کشور برنامه ساخت سد خود را آغاز کرد و این کوه آقای یوندا خریده بود در واقع یک بود. او آخرین ین را که به دست آورد در زادگاه خارجی یکی از نتیجه سخاوت او مدرسه راهنمای سو آقای یوندا مجسمه را اهدا کرد و آن را نیز در زیارت کوچکی که در حومه مدرسه دیده می شود به عنوان راهی برای تشکر از روباه که به او برکت داد قرار داد. شوخی میکنی؟ من سراغ تو هم میام ولی بعدا. どこ？どこにいるの？もう十分でしょ？どこなの？見つけた。 پیدام کرد؟ کی پیدام کرد؟ با روباها چیکار میکردن اینا؟ من یادم باشه که اینجا یه چیزی داشتم.
相棒を放っておくことはできない。いつまで相棒ごっこ続けるの？もうあなたには相棒なんていないんだよ。اون ریکوی پدر سگ. ما اینجا چیزی نداریم. من اینجا میتونم برم بالا مثلا. خب این راجع به اون مدرسه گفته و اینکه خب میگه با ریکو اینجا آشنا شدم. هم که خب راجع به جنگ‌های فضاییشه. من دوباره یه قورباغه دیگه بودنم برمی دارم میارم به این میدم. ما دوباره برمیاریم به مدرسه. کیه؟ اون کلاسیه که قفل داشت. شانسی بزنم نمیشه. اینجا آیتمی چیزی برامون نداریم. مارکوپولو これが壊れたら
یادداشت دانشجو کشه های میز در انبار معلمان داره قفل است، اما اونقدر دارن کاملا بیفایده است. همین چند روز دیگه سعی کنم از سنجاقمون برای باز کردن استفاده کنم. چون تقریبا بلافاصله باز شد. این کشه های ایمن چه فایده داره وقتی چیزی رو ایمن نگه نمیداره؟ آها، به معاون مدیر لطفاً کلید طبقه دوم رو در کشه میز قفل نکنید. باز کردن زمانی که حضور ندارید غیر ممکن است. کشه‌های میز در انبار معلم اداره امنیتی با فهم کیفیت آنها و بعد از کم استفاده هستند. دیگه سکم سنجاق خواسته بازشونه، این هم تجهیزات و اکتشافات اونه دیگه، چیز خاصی نداره. نگو که اینم قد را بیفته. بغل اینجا یه راه خروج دیدم، فکر میکنم بود. نه نه، این که همونه. حالا خب ببینیم چه خبرم بس. من احساسی که دارم اینه که اینجا چیزی عاید ما نمیشه. شادم بشه. من تو سعی میکنم بکشم. 時に خب این دوباره زنده میشه. خب تو اون تایمی که این قراره زنده بشه من اینجا رو خوب میگردم. چیز به درد بخوری پیدا شد نشدم که نشد دیگه. یه بارو بابا. آجی اینا دارن بیدار میشن. لعنت بهتون. نزنی ها. بیا تو. میتونی؟ بلدی بیای تو؟ نه خدافظ. 新しい武器を見つけなきゃ یه سلاح جدید پیدا کردم. این قفل. キーボックスが開かない鍵がいる چرا همه چیز اینجا قفله؟ اینجا یه کلید باید باشه. خب
آها. این 100% راجع به همینه که مثلا میگفت نمیخواد دختر باشه فلان. これもうじき壊れるな。وای. خب من سعی میکنم تکی تکی دخل شما رو بیارم. کلید ساختمان طبقه 2. وای وای. اه. زد ترکوند پیانو رو. بابا اینا چیه؟ یه کلید نیاز داری لعنتی. اینا الان میان دنبال من خف کنم. امتحان نهایی مقام 4 با سپار کلاس 1 امتیاز 400 خورده ای. بعد ناپدید شما کسی رو بکشد یا او را میدزدد. من اهمیت نمیدم، فقط هر چیزی که هیناکو رو از زندگی من خارج کنه. چقدر ازش متنفره یارو. اون اینجا میشسته. ناکن نمیام. متاسفم که به شما دروغ گفتم. من فکر کردم که باید تو را تنها کنم تا بفهمی واقعا چه احساسی داری. به قلب خود نگاه کن و سعی کنید جعبه رو با احساس خود باز کنید. اون روز به یاد دارید که فقط 2 نفر به آن کافه رفتیم و در مورد اون صحبت کردیم چگونه احساس کنیم.
م. خب اه، یه پازل ما اینجا داریم. 反応なしか。 یه پازل اینجاست. این پازل چیه؟ این چیه بابا؟ چیزی اشتباست. این پازلش هم باید پیدا کنیم دیگه. آها، پس اون پازل رو ما باید همینجا حل کنیم تا یه راهی برای خروج پیدا کنیم. مم. بعدش به پاسخ غلط میداد، تقلب میگرفتی شیطون. مم. آها، اون پازل است، همون جعبه مخفیه. حالا این کتاب راهنماشه، میگه که آن روزا به یاد دارید که فقط دو نفرمان کافه رفتیم. ما در مورد این صحبت کردیم که چگونه احساس کنیم بزهکار هستیم، زیرا قرار بود آن روز به مدرسه برویم. اما میدونید چه برای ما و دیگر چه فکر می‌کنید؟ زیرا تا زمانی که میتوانستیم با شما که ازشم تو با تو وقت بگذرانم، همین تنها چیزی بود که نیاز داشتم. هر دو آن روز یک کیک سفارش دادیم. هنوز به یاد میبرم که چگونه قلبم در سینه‌ام بیرون آمد لحظه‌ای که همان کلمات از لب جاری شد. لبت جاری شد. میوه شیرین ترش روی کیک، هم هنوز در دهانم. به خاطر دارید شیرین ترش نمیتونه قاعدتاً اه، خب باز شد. میوه شیرین و ترش آلبالو بود، توت فرنگی. بنابراین شما به یاد داشتید. خوب. میگه الان یادته. این باعث میشه که احساس بسیار خاصی داشته باشم. راستی الان بیشتر از نسخه میکنم میخواهم اون رو روشن. مرده است. میدانم که در حال حاضر دو سخت رو پشت سر می‌گذارم. شما ترجیح دهید خودتان هنوز آن را مرور کنید. تصور کنم که به آرامی صفحات قلب ما را باز می‌کنم و در مورد آن تمام جزئیات کوچیک و پیش افتاده زندگی روزمره‌مون صحبت می‌کنیم. با پر کردن ژورنال‌ها یکی قسمت دیگری افکارمون می‌دانم که می‌توانیم شروعی تازه داشته باشیم. صفحه خالی که می‌توانیم داستان جدید زندگی خود را برنامه ارسال کنیم. مجله برش شد دوباره. یه پازل دیگه.
بنابراین نشون میاد داشته میتونم تصور کنم که با آرامی صفحات قلم رو باز کنم. با پر کردن ژورنال یکی پس از دیگری با افکارم میرم که بشیم صفحه خواهرم که میتوانید درسته جای زندگی خود رو میبینید میتونید شما میبینید. اینم باز شد. هیناکو دیگه با من نیست یعنی چی؟ ساکورا در شکوفه کامل از ما استقبال میکند. جب پازل سمیه.間違えたか。 این فکر کنم این شکوفه های ساکورا اینم فکر نکنم جزشون باشه. なんか違うな。 اینم نیست. همین گزینه بود. اینا هم که خونده بودیم. نباید کلاس رو ترک کنم. ひなこはお友達といつまでも一緒にいたい？お姉ちゃんどこ？お友達は永遠じゃないのよ。彼らだっていつか必ずあなたを裏切る。あなたが裏切り者と呼ばれたように。お姉ちゃん。 天秤にかける価値があるかどうかしっかりと判断しなさい。それってどういう？ خب
خب دوستان فکر میکنم که برای اینکه این ویدیو طولانی تر نشه تا اینجا کار کافیه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراهم بودید. زود سریعا پارت 4 رو ریکورد میکنم براتون میذارم و اینکه لایک و سابسکرایب یادتون نره دیگه. مرسی، خدافظ.